سلام دوستان عزیز، امروز اومدیم یه معدن نمکی هست ایوانکی، یکی از معدن‌های نمک ایوانکی در است. اومدیم یه باری بزنیم برای یزد. میخوام یه فیلمی از داخلش براتون بگیرم. خیلی جای جالبی است، خیلی زیبا است. تا حالا من 19 ساله دارم رانندگی میکنم، اینجور جایی بارگیری نکرده بودم. الان فیلمشو براتون میگیرم. بله، 4 تا ماشین هستیم. این ماشین خودمه و اون دوتای ماشین هم ماشینای داداشم هست. دوتا داداشم همراه من. خیلی جای جالب. جواد داره میاد. نمکه اینجا، کلا خاک نمکه. باور کن از 500 متر زیر زمین خاک نمک بارگیری میشه و میره شرکت تصفیه میشه. اینا نمکه، اینا سنگ نمک. این هم ماشین اون داداش. خیلی عجیبه. از اون بالا میبینی، از اون بالا داره سنگ میشکنه، نمک میریزه پایین. یه دالانای بزرگی درست کردن شبیه این. خیلی هم تاریکه. آره، باید ماشین تریلی بیاد داخل اینجا. دیگه درست نمیبینم و آره، اونم لودر داره بارگیری میکنه. الان اون منهاش باید بیاد بیرون تا اون 4 تا تریلی یکی بیان داخل برای بارگیری. غار اصحاب کهف.